بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام خدا و فرشته هاش و همه ذرات عالم هستی و من و شما و عزیز نازنینی که نامش همین الان بیشترین فراوانی رو در اسامی مردان دنیا داره. اونقدر عزیز و نازنینه، انقدر اسم جذاب و گوشنواز و دلنوازی داره که هر وقت اسم مبارک سر زبونا میاد گل خوشرنگ و بوی صلوات روی لباش شکوفا میشه. حضرت رحمتا للعالمین، رسول گلها، محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. سلام به همه شما هم نفسهای برنامه یاد خدا و مسلمانان معزز. الهی کارتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید. اجازه بدید 12 ربیع الاول آغاز هفته وحدت که امروز به روایت برادران اهل تسنن سال روز ولادت با سرسعادت حضرت اشرف الانبیا، سید الانبیا، خاتم الانبیا، رحمتا للعالمین محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله هست رو به همه شما مخصوصاً به خواهران و برادران اهل تسنن خودم تبریک و تهنیت و شادباش عرض بکنم. امیدوارم امروز و هفته پیش رو سرشار باشه از خیرات و برکات برای همه مردم دنیا، مخصوصاً مسلمانان معزز، مخصوصاً انشاءالله نجات و فرج و گشایش برای مسلمانان فلسطین و غزه، زنان و مردان و کودکان بیپناه و در عین حال مظلوم مقتدر فلسطین و غزه. براشون این روزها ویژه دعا بکنین هر جای دنیا هستین. انشاءالله که خدا به برکت تعجیل در فرج امام زمانمون فرج و گشایش در امور همه مردم دنیا و مسلمان ها، مخصوصاً مردم غزه و فلسطین عنایت کنند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اجازه بدید که سلام و خیر مقدم عرض بکنم به آقای کفیل عزیز که این نوبت از برنامه‌ام قدم چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. هفته وحدت رو به شما هم تبریک میگم. سلام علیکم و رحمت الله و سلام خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار. مبارک باشه واقعا تولد وجود نورانی رحمتا للعالمین، یعنی انصافا انا ارسلناک رحمتا للعالمین. وجود نبی خاتم سلام الله علیه با آمدنشون در عالم اتفاقی افتاد. یعنی طوری وقتی پیامبر به دنیا آمدن شیطان دید یه ولوله‌ای شده، رصد کردید این ولوله در شهر مکه شده. خودشو به مکه رسون، میخواست وارد بشه، جبرئیل اجازه نداد. بعد گفت چه شده؟ جبرئیل خطاب به شیطان گفت که به تعبیری وجود نورانی نبی خاتم سلام الله علیه به دنیا آمدن. شیطان گفت در اون نفوذی دارم. جبرئیل گفت در هیچ پیامبری نفوذ نداشتی، ای که خاتم پیامبر، خاتم الانبیاست. شیطان اونجا یه جمله‌ای گفت که در امت او میتونم نفوذ داشته باشم و یه جواب بله‌ای شنید و شاد برگشت. ایداد بیداد. یعنی آمدن پیامبر خوشحالی عالمیانه، ولی باید مراقب باشیم که شیطان با همه وجود دغدغه داره بین ما و نبی فاصله ایجاد کنه، بین ما و پیامبر و بهره‌وری از این نور فاصله ایجاد کنه. و عملا پیامبر خب همه وجودشون خدا زیبا وصف میکنه پیامبر رو. تقریبا نزدیک 40 بار در قرآن نام پیامبر به تعبیری وصف پیامبر در کنار خداوند متعال آمده. فقط بحث اطاعت نیست، تو موضوعات متعدد. و اگر آدم دقت کنه میبینید چقدر این شخصیت عظیم، وجودی که یه موقعی به امیرالمومنین فرمودن یا علی در عالم فقط خدا من رو شناخت و توی علی، ما عرفنی الا الله و انت. یعنی انصافا و امیرالمومنین سلام الله علیه سلام الله علیه سلام الله علیه با این همه عظمت میفرمان انا عبد من عبید محمد. واقعا چه وجودی وارد این گیتی شده. و باز مهمه
که وقتی این وجود میخواد مبعوث بشه، خدا میگه لقد من الله علی المؤمنین. من نه راغب تو مفردات میگه 3 جای قرآن به معنای لطف عظیمه. لقد من الله علی المؤمنین یعنی خدا یه لطف سنگینی کرد بر مؤمنین، یه توجه ویژه‌ای کرد. این مهمه. جای دیگه میگه در مورد ظهور امام عصره و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. او هدفی که پیامبر تو بعثتشون داشتن و اون هدفی که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، عالم رو توحیدی کنن، عالم رو الهی کنن، همه الله گو بشن، این تو ظهور مفهوم پیدا میکنه. یعنی پیامبر شعارشون یک کلمه بود: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بگید خدا. یعنی شعار پیامبر. این شعار رو فقط تو مسجد الحرام نمیدادن، تو بازار مکه هم میدادن. پیامبر میمدن تو بازار مکه فریاد میزدن: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. سنگ میزدن به پیغمبر، پای مبارکشون خون جاری میشد. به پیامبر بیادبانه میگفتن اینا لتارکو آلهتنا لهذا. این گونه با پیامبر صحبت میکردن، ساحر میگفتن، مجنون میگفتن، اما عقب نشینی نمیکردن. یک گامی رو برداشتن، یه حرکت توحیدی رو آغاز کردن. این حرکت توحیدی چه نتیجه میده؟ تو ظهور امام است. بله بله. یعنی عملا با آمدن یوسف زهرا این عالم، اگر پیامبر لقد من الله علی المؤمنین این برکت آغاز شده، در مورد ظهور داریم نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. تمام مستضعفین، الف لام ارزو میگن الف لام استغراقه، فراگیره، همه عالمیان از ظهور بهره مند میشن. همه عالمیان. شما نگاه کنید، پیامبر به خسرو پرویز نامه نوشتن. بله بله. و خسرو پرویز چه کرد با نامه پیامبر؟ نامه رو پاره کرد. اما الان ایران چه شده؟ بله. یعنی ببینید این قدم به قدم داره چه رخ میده. یعنی پادشاه ایران، ما تمدن ایران رو داشتیم، موقع تمدن روم رو داشتیم، پیامبر نامه نوشتن. ایرانی که نامه پاره میکند، ایران میشه پایگاه تشیع، ایران میشه یوطئون علی المهدی سلطانه، ایران یخرج اناس من مثلا در طول المشرق. تاریخ شیطان هر کاری خواسته بکنه برعکسش شد. برعکسش شد. امام حسین خواستن از بین ببرن، الان 40 میشه. مثلا واقعا خدا خواسته بگه که نه، دست خدا بالای هم. و واقعش اینه که ما داریم شب معراج، وقتی پیامبر به معراج رفتن، خداوند متعال نور حضرت مهدی رو به پیامبر نشوند. بعد یه جمله‌ای داره خدا به نبی خاتم سلام الله علیه، به پیامبر گفت یا محمد احببه صلی الله علیه و آله و سلم، عاشقش شو، فانی احبه و احب من یحبه. یعنی کیست امام زمان که شب معراج خدا به حبیبش میگه ای حبیب من، عاشق مهدی شو، من دوستش دارم و دوست دارم هر کی دوستش داشته باشه. یعنی عملا این سیری که رخ داده، این سیر با ظهور معنی پیدا میکنه. این گام هایی که پیامبر داشتن، این اهدافی که داشتن، همه این حرکاتی که داشتن، همه این خونه دلایی که خوردن، یه روزی نتیجه میده. نه فقط خونه دل ایشون، همه انبیا، همه امامان، در واقع کار نیمه تمام همه انبیا و امامان رو، کار نیمه تمام بعثت و قدیر رو، اینها رو قراره که حضرت خاتم الاوصیا به نتیجه برسونه. بله. در همین یک کار خیلی بزرگ و عظیم و تکمیل کننده همه قدم‌های تا به حال برداشته شده است. و به طور طبیعی همه اینا هم میدونستن. حالا فرمودید همه انبیا، آدم وقتی وارد کره خاکی شد، قابیل حابیل رو کشت. آره. آدم به خدا گفت خدای ما برای چی اومده بودیم، چی شد؟ تعبیر ما پیامبر خدا، پسرمون تو خونه خودمون پسرمون رو کش. اونجا خداوند متعال نور حضرت مهدی رو به آدم نشون داد. الله اکبر. و به آدم گفت به عبدی هذا السعید افک عن عبادی الاغلال و عزا عنهم الاسار. ای آدم، اونی که تو دنبالشی، به عبدی، به این بنده خوشبختم، افک عن عبادی الاغلال،
قل و زنجیر و گرفتاری و بدبختی و جدا میکنم از بندگانم، گرفتاری هاشون رو رفع میکنم. آدم پرسید کیه؟ خدا بهش گفت آدم این خاتم الاوصیای از خاتم الانبیاست. یعنی عملا همه تاریخ ما از هر نبی که مطلب داریم، چه عهد عتیق چه عهد جدید، در وصف امام زمان صحبت کردند. و جالب، من یه موقعی از آیت الله جوادی، خدا حفظشون کنه، آیت الله جوادی آملی، شنیدم که ایشون فرمودن که مقام حضرت مهدی 3 بار بر حضرت عیسی عرضه شد و 3 بار بر حضرت موسی و هر دو گفتن خدایا این مقام رو به ما بده، این جایگاه رو به ما بده. و خدا در جواب گفت این جایگاه خاتم الاوصیای خاتم الانبیاست. یعنی عملا همه دنبال بودن، همه منتظر بودن که این آقا بیاید و دنیا رو پر از عظمت کنه. الهی که چشممون به جمالشون روشن بشه و درک بکنیم ظهورشون رو و اون آرمان شهر. یه فاصله بگیریم، اجازه میدین برگردیم، بعد منم چیزی تو ذهنم اومده با شما در میون بذارم، راجبش صحبت کنیم. در خدمت. زنده باشیم. خدمت از ماست. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که دارید برنامه خودتون رو تماشا میکنید. از برنامه ما 10 دقیقه دیگه بیشتر باقی نمونده. میخواید برنامه‌ریزی بکنید، ان که فرصت همراهی و سعادت همراهی شما رو تا پایان این 10 دقیقه هم داشته باشیم. خب ما الان سال روز ولادت پیامبر عظیم الشأن اسلام رو داریم، حضرت خاتم الانبیا به روایت اهل تسنن، پیامبری که با ظهورشون اومدن تا دست مردمی که توی باطلاق جهل داشتن غرق می شدن بگیرن و از جهل، از اون باطلاق جهل بکشن بیرون. ما شنیدیم که یه جهل دومی هم قبل از ظهور امام زمان مردم درگیرش میشن. یعنی مردم تو باطلاق جهل دومی گیر میکنن که اتفاقا حضرت خاتم الاوصیا هم تشریف میارن که مردم رو از این جهل خارج بکنن. اونجایی که دیگه میره که همه میخوان غرق بشن، اوج بحران و اینا، ایشان تشریف میارن و به قول معروف با اون دم مسیحاییشون و با اون چیزایی که تو روایت اومده بشر رو از جهل نجات میدن. دلم میخواد راجع به این جهل ها صحبت بکنیم. مصادیقش چیاست؟ منظور از جهل چیه؟ این جهلی که الان ما درگیر شدیم، فکر کنم بحث سنگینی باشه، تو در حد 7-8 دقیقه هست. ببینید، واژه جهل مقابل عقله. تو روایت جهل در مقابل علم نیست. ما تو روایت هم داریم کتاب العقل و الجهل، مرحوم کلینی تو کافی. عقل و جهل. عقل چیه؟ عقل معابد به الرحمنه. اصلا تعریف عقل رو گفتن. عقل چیه؟ آنچه خدا پرستش میشه باش. عاقل کیه؟ اونی که خدا رو میپرسته. جاهل کیه؟ اونی که سفره نشین سفره خدا نیست، از نور اله بهره مند نمیشه. اگر ما میگیم یه جهلی بوده زمان نبی خاتم، این جهل یعنی دوری از خدا. این دوری از خدا تا هر زمان عناوین خودش رو پیدا میکنه. یه موقع این دوری از خدا پرستش هبل و لات و منات و عزاست، بت پرستیه، دخترکشیه، اشتباهاتی که رخ میداد، قبیله گراییه و همه اتفاقاتی که رخ میداد. اوس و خزرج تو مدینه 40 سال سر موضوع با هم بجنگن. همش یه محور داره، همش دوری از خداست. یعنی اصلا تعریف جهل رو بخوایم، جاهل چیست؟ ما جاهل رو گاهی به کم مثلا به حافظه ذهنی میزنیم، به هوش میزنیم، به استعداد میزنیم. نه، جاهل اونه که دور از خداست. شاید توی تمدنی رشد پیدا کرده، شاید خیلی جملات رو میدونه، به تعبیری شاید خیلی دانش داره، اما این دانشه چقدر توحیدیه، چقدر بستر پیوندش با خدا رو فراهم کرده. پیامبر آمدن این مدل رو عوض کردند و محکم ایستادند. پیامبر جالبه، انصافا زحمت کشیدن تا این اتفاق بیفته. ما گاهی تصور میکنیم پیامبر همش سلام و صلوات براشون بوده. واقعش بی‌ادبیایی که پیامبر خاتم شده به هیچ امامی نشده. محکم ایستادن تا یه اتفاق بیفته. و این کانو من قبل لفی ضلال مبین. جامعه توی گمراهی آشکاری بود، توی جامعه دور از خدای بود. ما قبل از ظهور هم داریم. حالا چه بسا این با سرگرمی‌های متعدد باشه، با اتفاقاتی که رخ میده. ما جامعه قبل از ظهور هم داریم، یه جامعه دور از خدا است.
یعنی یه جامعه ای که عملا اینقدر سرگرم شده، اینقدر فاصله گرفته که به همه ظواهر دنیا سرگرم شده. حالا با روایات متعددی که مطرح شده، من محورش رو فقط اشاره کنم که وقت مخاطبین رو نگیرم، فرصت برنامه هم خیلی اجازه نمیده. عملا جهل رو اگر بخوایم تعریف کنیم دور از خدا، اما اونی که وظیفه ماست. حالا چی شد؟ پیامبر تونستند این جامعه جاهل رو جامعه چی کنن؟ توحیدی کنن. و چی میشه که امام عصر میتونن این کار رو انجام بدن؟ این مهمه. یعنی عملا اگر امامی کار رو انجام میده، رمز موفقیتش چیه؟ رمز موفقیت یک کلمه است. رمز موفقیت از خود پیامبر اشاره کنم تا الگوگیری کنیم، به امام عصر اشاره کنم. ما تو زمان نبی خاتم پیامبر 13 سال تو مکه زجر کشیدن، 3 سال شیبه ابی طالب و اتفاقاتی که رخ داد. سال 12 به تعبیر یه جمع چند نفری آمدن مکه، با پیامبر بیعت کردن. عقبه اولا شکل گرفت. یه جمع حدوداً 12 نفر بودن. اینا با پیامبر بیعت کردن. به پیامبر گفتن تشریف بیارید مدینه. تعداد کم بود. مدینه آماده نبود. اینا برگشتن مدینه، 1 سال تو مدینه کار کردن. این جمع 12 نفری شد چند نفر؟ شد حدود 70 نفر. سال 13 بعثت این جمعیت دوباره آمدن مکه. عقبه ثانی رخ داد. بعض وقتا این سوال مطرحه، چه شد پیامبر در سال 13 به مدینه هجرت کردن؟ چه شد پیامبر به مدینه هجرت کردن هستن؟ چرا یه شهر دیگه نرفتن؟ چرا طائف نرفتن؟ چرا شهرهای دیگه نرفتن؟ چون تو مدینه یه جمع 70 نفری با پیامبر چی کرده بودن؟ بیعت کرده بودن. یعنی اگر پیامبر موفق میشه حکومت اسلامی تشکیل بده، اگر پیامبر موفق میشه ندای توحیدی تا عالم ایجاد کنه، اگر موفق میشه یه تمدن رو ایجاد کنه، بستر این تمدن کیا فراهم کردن؟ اونایی که تا عقبه ثانیه با پیامبر بیعت کردن. یه تعداد نیرویی میخواد. این تعداد نیرو برای امام عصر باید فراهم بشه. یعنی امام عصر هم الان این توان رو داره. ببینید قابلیت فرد، امامه. امام که نمیخواد بیشتر رشد پیدا کنه، امام که نمیخواد توانایی بیشتری پیدا کنه. تازه توانایی پیامبر هم به طور طبیعت شخصیتی از امام عصر چی بوده؟ بیشتر بوده. پیامبر نفر اول عالم هستیه. پیامبر رمز موفقیتش به مقدار همراهی یارانه، به مقدار جمعیتی که همراه شدن. به طور طبیعی گاهی این سوال مطرحه، خب امام زمان برای چی تشریف نمیارن؟ امام زمان برای چی حضور پیدا نمیکنن؟ هنوز اون تعداد یا به تعبیری اون بیعت رخ نداد. ما تمام مشکلمون تو دوران غیبت اون کلمه بیعت. ببینید این بیعت اینقدر مهمه که مهمترین روز سال میشه روز عیده. آره. که روز چیه؟ بیعت. روز بیعت. بیعت با امامت امیرالمومنین که نیست، بیعت با حاکمیت علی بن ابی طالبه. امیرالمومنین که خدا انتخاب کرده امامه. امامت جعل خداست و جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا. این بیعت برای حاکمیته. ما بنا نیست امام زمان رو امام کنیم، ما بنا نیست امام زمان رو بزرگ کنیم، ما بنا نیست امام عصر رو رشد بدیم. او امامه، او ولی عصره، ما او قرار رو به عنوان حاکمیت احسن لبیک بگیم. اگر مردم مدینه با پیامبر بیعت نکرده بودن، حکومت اسلامی تشکیل نمیشه. پیامبر تو مدینه دنیا میرفتن یا به شهادت میرسیدن. پیامبر عملا حاکمیت دین، همه این برکاتی که رخ داد. اگر امروز غیبت طولانی شده، ظهور به تأخیر افتاده، این بیعت رخ نداده. حالا جالبه، بعد از رحلت پیامبر مردم این بیعت رو فراموش کردند. این بیعت کمرنگ شد، امیرالمومنین چی شدن؟ خانه نشین شد. داشتم به همین فکر می‌کردم الان. عملا مردم کوفه بیعت کردن، امام حسین حرکت کردن، بیعت رو شکستن، شهادت رو. اصلا توی از هر امامی نگاه میکنیم همین مشکل بوده. حاکمیت یک شرط داره، بیعت مردم. یعنی عملا با همه وجود. حالا شاید جامعه میگن که خب ما که بیعت میکنیم، ما روزای عهد میکنیم،
ما که به امام زمان میگیم نه. عهدن وقدن و بیعتن، لفظ نیست. یعنی عملا میدون اومدن. ما در یک از زیارت های امام عصر میخوانیم فابذل نفسی و مالی و اهلی و جمیع ما خبرنی ربی بین یدیک و هو عهدی الیک. آقا جان من هدیه میکنم جان و مال و هر چه دارم به شما، منتی هم ندارم، عهد من با شماست، امام منید، من یه پیمانی با شما بستم مثل الستو بربکم قالوا بلا. ما با خدا پیمان بستیم بندگی کنیم. ما با امام عصر پیمانی بستیم. اون پیمانه چیه؟ و میثاقی لدیک، که چی کنم؟ که جانم، مالم، وجودم، هستیم، زندگیم همه وقت چی بشه؟ امام است. خب چه تعداد یار اینطوریه درست درمون جان فدای از خود گذشته توی عالم پیدا بشه؟ اون بیعت اون مهم عدده نیست. ببینید کیفیت مهمه. نه، مهم اینه که ببینید این 12 نفر وقتی برگشتن مدینه نرفتن بگن وای خدا رو شکر ما رفتیم با پیامبر بیعت کردیم، خدا رو شکر ما مسلمان شدیم، خدا رو شکر ما به جای رسیدیم. خب اومدن 1 سال تو مدینه کار کردن، خب منظور آدم آماده کردن، مدینه رو مهیا کردن. مهم 313 تا نیست، او یکی از شرایط. مهم 50 تا و 100 تا و 200 تا نیست. مهم اینه یه تعدادی دنیا رو برای ظهور آماده کنه. یعنی ما باید دنیا آماده. ببینید ما الان میگن امام خمینی چند تا یار داشت، میتونیم